کنم دلتون جلا بگیره، دل خودم جلا بگیره به عشق علی ابن موسی رضا. خواهرها گوش میدن انشالله؟ خواهرها گوش میدن؟ خواهرها یه صلوات بفرستن؟ مرحوم امین الاسلام تبریزی هم خودش عالمه، هم پسرش، هم نوش ست مرحوم تبریزی یه کتاب داره به نام مشکات الانوار. یه روایتی نقل کرد، خوب گوش بدید به عشق امام رضا. ابقا غلام لابوالحسن الی مصر. حضرت علی ابن موسی رضا یه غلامی داشتن که این غلام فرار کرد رفت مصر، از دست حضرت فرار کرد، بی جهت سختم حضرت به اونا گرفت، رفت از در خونه امام رضا. یکی از اصحاب امام رضا در مصر این غلام رو دید، سر خود با تصمیم خودش این غلام رو دستگیر کرد، فقیده، یعنی دست و پاشو غل و زنجیر زد، آورد مدینه و دخل المدینه لیلا. شبونه رسید مدینه، همون شب فاتی بهی الی بیت ابوالحسن. همون شب این غلام رو تا رسید مدینه آورد در خونه امام رضا. حضرت هنوز به خراسان تشریف نبرده بودن، مدینه بودن. در زد، این غلامی که از مصر با غل و زنجیر اومده بود روی زمین نشسته بود، شاید سرش رو زانو گذاشته بود، دست و پاش هم غل و زنجیر جامده بود. تا امام رضا علیه السلام وارد بیرون منزل آمد، وارد شد در این دو نفر، فقام و سلم علیه. این غلام بلند شد به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام سلام داد. فسمع حرکت القید. علی ابن موسی رضا صدای به هم خوردن غل و زنجیر رو شنید، جواب غلام رو داد، به این صحابی خودش فرمود که چی شده؟ این کیه؟ میدونست حضرت. عرضه داشت آقا جان غلام که فلانون وجدتو، فلان غلام شماست، من این رو در مصر پیدا کردم، به دست و پاش غل و زنجیر زدم آوردم. حضرت یه نگاهی به غلام کردن، فرمودن اذهب فانت حر، تو آزادی. یا علی ابن موسی رضا، ما امشب به عشق شما و به عشق امام حسن مجتبی و به عشق اهل بیت دور هم جمع شدیم، ما رو از زندان نفس اماره آزاد کن، ما رو در خونه خودت نگه دار، امشب ما رو جزو زائران آخر سفر، زائران خودت در مشهد مقدس ثبت و ضبط کن و در قبر و قیامت و صراط و عند المیزان و در هنگامه تحویل نامه اعمال به فریاد ما برس. برای امام رضا و امام حسن یه صلوات نفاق شکن بفرست. صحن رضا شد، از ازل رزق دل من گریه در صحن رضا شد، مشرق قلبم خراسان، نور جانم کربلا، بهارم مشهد و قرارم کربلاست، بهارم مشهد و محکم سینه بزن جواب بده، رم کربلاست، برات اربعین به دستان رضاست، علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی. این صدای شما نیستا. علی موسی رضا، ماشاءالله به این نوجوانان، آفرین به رحمت سرا. علی
تماشا میکنن، همه بگن الکل یردد معی رضا علی موسی رضا علی موسی رضا علی موسی رضا بردر بابل جوادش روزه اکبر بخوانی بردر بابل جوادش روزه اکبر بخوانی پیش سقا خانه او از علی اصغر بخوانیم همه دل داده ایم به مشهد از قدیم همه دل داده ایم به مشهد از قدیم مگر ما بی رضا حسینی می شدیم علی موسی رضا دست بالا بره محکم علی موسی رضا علی موسی رضا این صدای این جمعیت نیست همه جواب نمیدن علی موسی رضا علی موسی رضا علی موسی رضا علی موسی رضا ای صفای قلب زارم هرچه دارم از تو دارم ای صفای هرچه دارم از تو دارم تا قیامت ای رضا جان سر ز خاکت بر ای صفای قلب دارم هرچه دارم از تو دارم تا قیامت ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم منم خاک درت غلام و نوکرم منم خاک درت غلام و نوکرم مران از در مران به جان مادرت علی موسی رضا با صدای بلند دو دست بالا علی موسی رضا علی جواب بدی ضرر نمی کنی علی موسی رضا خواهرها جواب بدن علی موسی رضا علی موسی رضا علی موسی رضا غیر تو یاری ندارم با کسی کاری ندارم غیر تو یاری ندارم با کسی کاری ندارم گر مرا از در برانی جای دیگر من ندارم تو خوبی من بدم به این در آمدم تو خوبی من بدم به این در آمدم به جان فاطمه مکن مولا ردم علی موسی آفرین کار خوبی کردی چراغا رو خاموش کردی احسن همه سینه بزنن همه جواب بدن
پدر مادرت میگی؟ علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی کریم آل ابا حسن، کریم آل کریم آل ابا حسن، کریم آل کریم آل صدا بزن منو یاری کن ساکت نباش. سیدنا یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن وارثتی بی بدلی فاتح جنگ جملی وارثتی بی بدلی فاتح جنگ جملی استاد رزم عباس یا حسن ابن علی صلحت صلح حدیبیه بود در مثل غزوه بدریه بود بیگمان فتح کاخ معاویه بود شیر خدا حسن ماه خیر النساء حسن شیر خدا حسن جواب سیدنا یا حسن سیدنا یا حسن کریم آل ابا حسن. اگه اون صفحای آخر بیاد جلو پشت این دوربین همه بیستید جمع بشید دور هم بهتره. جواب بدید کریم آل ابا حسن کریم. آفرین حالا سینه بزن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن ای شور هر غزل حسن ای ذکر تو اصل حسن ای شور هر غزل حسن ای ذکر تو اصل حسن هی در هم مجذوب تو که گشت او ابل حسن صبرت هموار فتح الفتوح صبرت هموار فتح الفتوح تفسیر صبر ایوب و نوح مثل رود جاری و استوار مثل کوه ای سکوت پر صدا حسن ای قریب آشنا حسن ای سکوت پر صدا حسن ای قریب آشنا حسن سیدنا یا حسن سیدنا حالا حیدری یا حسن کریم آل دو دست بالا برسینه بزنی ابا حسن کریم آل ابا حسن کریم آل ابا حسن کریم آل ابا حسن یا حسن یا حسن یا حسن خلق و وفا و نام حسن قعود چون قیام حسن خلق و وفا و نام حسن
قبوده چون قیام حسن سار الله مأموم او برای او امام حسن ای ولی امر خون خدا ای رگ و ریشه عاشورا ای ولی امر خون خدا ای رگ و ریشه عاشورا نام تو شد رجز قاسم در کربلا کربلا چه کامه حسن روح صلح نامه حسن کربلا چه کامه حسن روح صلح نامه حسن شده ادامه حسن کریم آل ابا 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 حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن بگو یا حسن چون عزیزان لبنانی هم هستن من دو سه جمله عربی بخونم حسن علی انتمی حبه فی دمی سیفه ملهمی هو الإمام لعلی انتمی حبه فی دمی سیفه ملهمی هو الإمام واعلموا أنني نبض في داخلي سميته علي فخر الكرام منه نستلهم روح الإيمان لا نخاف الرياح إنا بركان يا تكفيري صبرك صبرك إنا سوف نحفر قبرك يا تكفيري صبرك صبرك إنا سوف نحفر قبرك لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا علي على صوتكم لبيك يا علي يا مرتضى بعد أعلى لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا ثار الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين واي 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 حسين بعضی ها صدا نمیزنن چرا؟ آی حسین 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 وای حسن وای حسن آی حسن آی حسن آی حسن آی حسن آی حسن حسن
السلطان ابوالحسن 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 شروع بندگی ضربان زندگی همه هستم حسین به تو دل بستم حسین ای روزت به پا تا شام ابد دل من همراهت میماند عشقت دمی از این دل کم نشود دل من همراهت میماند تا ابد بدارم دل ما هم به تو تکیه خواهد داد خوش به حال کسی که روز اول مسیرش به حسین افتاد با تو هم به نگاه تو قسم تا به قافله تو برسم با تو هم به نگاه تو قسم تا به قافله تو برسم سیدنا المظلوم سیدنا العطشان سیدنا المظلوم سیدنا العطشان سیدنا المظلوم سیدنا العطشان سیدنا المظلوم سیدنا العطشان سیدنا العطشان سیدنا العطشان با نسیم پرچمت زیر باران غمت دلم از زلال توست آتشم دیدار توست ای ماه آسمان عاشقیت بنگر دلتنگی هایم را چشم ترم نشان عاشقیت بنگر دلتنگی هایم را به نگاه خود ای کاش بپذیری دل سرگردانم را به سپاه خود ای کاش بپذیری من و فرزندانم را تو بخوان سوی لشکر وفا من و نسل حسینی مرا تو بخوان سوی لشکر وفا من و نسل حسینی مرا سیدنا المظلوم سیدنا العطشان سیدنا المظلوم سیدنا العطشان سیدنا المظلوم سیدنا العطشان سیدنا المظلوم سیدنا العطشان وای حسین 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 تشنه لب کربلا وای حسین وای حسین تشنه لب کربلا وای حسین وای حسین رأس تو بر نیزه ها وای حسین وای حسین رأس تو بر نیزه ها وای حسین وای حسین حسین آقا همه میرن تو میمونی برا حسین آقا
حسین همه میرن آخرین بار خودت بگو برام حسین آقا همه میرن تو میمونی برام حسین آقا همه میرن تو میمونی برام حسین آقا همه میرن تو میمونی برام ابی عبدالله آقای من 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 السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن من میخواستم 2 بیت دیگه بخونم دعا کنم همین الان به دلم افتاد چون هیئت جوانان علی اکبر این حرفو بزنم امام رضای ما وارد منزل شد عبا به سر کشیده بود این زهر انقدر به بدن امام رضا اثر کرد شیخ صدوق نوشته 50 بار نشست و بلند شد اینقدر این زهر به بدن امام رضا زود اثر کرد 50 بار هی نشست هی بلند شد و هو یتململ تململ السلیم مثل مار گزیده به خودش فرمود عباسل درها رو ببند کسی رو راه نده عباسل میگه همه درها رو بستم وارد حجره شد در بستر آرمی درد میکشید به خودش میپیچید یه وقت دیدم یه آقای جوونی مثل پاره ماه مقابل من ایستاده حیات منزل گفتم آقا شما کی هستی؟ فرمود من حجت خدا بر تو هم من جواد الائمه. آقا من همه درها رو بسته بودم چطور وارد منزل شدی؟ فرموده ای عباسل اون خدایی که من رو از مدینه به طوس آورد از در بسته رد میکنه رفت بالای سر امام رضا و قبل ما بین عینک بین چشمای بابا رو بوسه زد پیشونی بابا رو بوسه زد عجب تعبیری و ضمه الی صدره بابای غریبش رو به سینه چسبانی درستم همینه پسر باید بیاد بالای سر پدر آی علی اکبر یا کربلا کار برعکس شد جانم به این آلاتی آی پدری اومد بالای سر جوونش و بدأ خده ولا خده صورت به صورت جوونش
اینجا میدونید چه اتفاقی افتاد؟ راوی میگه یه وقت زینب از خیمه بیرون آمد و خرجت زینب من الفسطاط و هی تنادی و اخیاه یبن اخیاه. زینب صدا میزد وای برادرم، وای پسر برادرم. فجاءت و اکبت علی، اومد خودش رو به روی این بدن ارباند. چه اتفاقی افتاد؟ فاخذ الحسین، امام حسین زیر بازوهای زینب رو گرفت، بردها الی الفسطاط، برگردون سمت خیمه. جانم به این نالاتون کربلا ناله بزنید، خدا پدر مادرتون رو رحمت کنه. زینب رو برگردون سمت خیمه ها، خودش شکار کرد، دیگه توان نداشت. و اقبل علی فتیانه، برگشت سمت خیمه ها، صدا زد یا فتیت بنی هاشم احملوا اخاکم یعنی چی؟ ترجمهش رو بخوام با شعر بگم یعنی جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانید. اینجا زینب کبری از خیمه ها بیرون اومد بالای سر علی اکبر. راوی لشکر دشمن میدونید چی میگه؟ چند ساعت بعد، شاید 1 ساعت بعد، نمیدونم، راوی لشکر دشمن حمید بن مسلم نوشته فوالله لا انسا زینب بنت علی، یادم نمیره زینب از خیمه ها بیرون دوید و هی تنادی به صوت حزین و قلب کئیب. زینب با یه قلب محزونی، با یه صدای محزونی صدا زد و محمدا صلی علیک ملیک السما. شروع کرد با پیغمبر حرف زدن. چی گفت؟ دیگه امام حسینی در کار نبود که زینب رو برگردونه سمت خیمه ها، داشت به این بدن پاره پاره برادر نگاه میکرد. هذا حسین بالعراء مقطع الاعضاء، این کشته فتاده به هامون حسین تو. آی قصه دارا، آی اونایی که غم دارید، زینب کبری یه جمله‌ای گفت به ابل محموم حتی قضا، پدر و مادرم فدای حسین که وقتی سرشو بریدن دلش پر غم و غصه بود. همه بگید حسین. صلی الله علیک یا مظلوم یا عبادالله. آقا جان حرف آخر، جمله آخر، چه سفره اهل بیت پهن کردن امشب برای امام رضا، برای امام حسن، برای امام حسین. ممنونیم از پیغمبر اکرم، ممنونیم از امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا. وسط هفته فکر کردید به چیه؟ به دعوت دونه دونتون دعوت شد به مجلس روضه اهل بیت. منم دعوت شدم، فکر نکنید شما فقط، نه، مادم دعوت کردن، گفتم بیاید توی مجلس با صفا بیریا که اخلاص موج میزنه مراقب باشید از کید شیطان، از مکر شیطان، بینتون اختلاف نیفته. آخرین جمله ما به امام حسین: حسین جانم تو همچو من سر کویت هزارها داری، تو همچو من سر کویت هزارها داری، ولی بدان که گدایت فقط تو را دارد. همه بگید حسین.